پوهنتون طبی کابل میگوید که دیپارتمنت انجینری طبی به سطح لیسانس ارتقا پیدا کرده و این دیپارتمنت ماشین انکوباتور را برای محافظت از نوزادانی که پیش از وقت تولد میشوند ساخته است. دیپارتمنت انجینری طبی در سال 1395 در چوکات پوهنتون طبی کابل به منظور ساخت و ترمیم وسایل طبی ایجاد شد، اما تاکنون محصلین با سپری کردن 2.5 سال 14 پاس فارغ می شدند. متیولا فیروزی، یک تن از استادان پوهنتون طبی کابل و دیپارتمنت انجینری به پژواک میگوید برنامه امروزی به 2 هدف برگزار شده بود که یکی آن افتتاح دیپارتمنت انجینری به سطح لیسانس و هدف دوم آن نمایش یک تعداد ماشین ها بخصوص ماشین انکوباتور که توسط محصلین و استادان ساخته شده است می باشد. برنامه امروز ما به 2 هدف تأسیس شده بود و جور شده بود که یکی از اینا افتتاحیه یک دیپارتمنت جدیدی در افغانستان که تا هنوز در هیچ پوهنتون افغانستان وجود نداره به نام بایومدیکال انجینیرینگ تکنولوژی یا دیپارتمنت انجینری طبی و هدف دومی بود که یک تعداد از ماشینالاتی که از طرف اساتید این برنامه یا از دیپارتمنت جور شده بود، یعنی یادآوری کنیم که برنامه پیش از 2.5 ساله بود به نام کمیونیتی کالج تکنولوژی تجهیزات طبی، حالی ارتقا کرده به برنامه لیسانس بایومدیکال انجینیرینگ. وی خاطر نشان کرد که این دیپارتمنت قبل از این به مدت 2.5 سال تدریس می شد و محصلین 14 پاس فارغ می شدند، اما حالا به سطح لیسانس ارتقا پیدا کرده است. موصوف خاطر نشان کرد که انکوباتور به منظور محافظت از نوزادانی است که پیش از وقت به دنیا می آیند و بالای این ماشین بیش از 6 ماه کار شده است. ماشینی که امروز ما به نمایش گذاشتیم، یعنی اینجا خوب ماشین‌های بیشتر از 10 پایه ماشین بود و اما مهمترین ماشین ما که در اخیراً جور شده و تازه به نمایش گذاشتیم ماشین انفنت انکیبیتر ماشین بود که این ماشین ما تقریباً بیشتر از 6 ماه سر از کار کردیم، یعنی از 6 ماه زیاد سر از در بخش تئوریشان در بخش تحقیقشان استادات با شمول محصلین همچنان در شامل بود و استادا به شکل راهنمایشان کار میکرد در می لابراتوارهای کمیونیتی کالج. بالاخره به این نتیجه رسید که یک ماشین جور کنه که در دیگه ممالک وجود داشت، یعنی در افغانستان هم وجود داره، از دیگه ممالک وارد میشه و اینجا باید ما بتانیم که همچون ماشین جور کنیم و در شبخانه خود ازشان استفاده بکنیم. ماشینی است که به خاطر نوزادان پیش از وقت، یعنی پریمیچور و نوزادایی که مدت خود پوره نکرده باشه به دنیا میاد به خاطر حفظ و مراقبت و نگهداری از اون اطفال استفاده میشه. در وارد NICU یا نیونیتال اینتنسیو کیر یونیت در بخش مراقبت های جدی اطفال در شبخانه استفاده می شود. در همین حال دکتر لطفالله خیرخواه معاون علمی وزارت تحصیلات عالی می گوید که تاریخ تحصیلات عالی در افغانستان حتی بیشتر از تاریخ بسیاری کشورهای همسایه است، اما پیشرفت آنان نسبت به افغانستان زیاد است و در این مورد باید تفکر کرد. زمونږ او تاسې د لوړو زده کړو تاریخ ډېر اوږد دی، حتی د ځینو دولتونو د تاریخ نه د لوړو زده کړو زمونږ او تاسې د لوړو زده کړو تاریخ اوږد دی. زمونږ او تاسې همجوار ډېر دولتونه دي، زمونږ او تاسې نه لرې په مشرق او په مغرب کې دولتونه دي. زمونږ او تاسې د لوړو زده کړو حتی د دغه طبي پوهنتون د تاریخ که درته تاریخ نه لري، زمونږ او تاسې د کابل د یوې لیسې که درته تاریخ نه لري، خو پرمختګ هم هغومره نه دی. دا د تعامل ځای دی او یو فکر غواړي. وی افزود که افغانستان باید با جهان در بخش طبابت همصدا باشد. به گفته او وزارت تحصیلات عالی به اندازه توانش برای پیشرفت پوهنتون‌های افغانستان کمک میکند. د موږ وزارت چې څه لري، څه امکانات لري، د پوهنتونونو د پرمختګ په برخه کې موږ نه دي سپمولی او د موږ ټول حرص همدا دی چې د موږ دغه علمي مراکز دا باید د پرمختګ خواته لاړ شي. با این حال عبدالحسیب محصل دیپارتمنت انجینری طبی پوهنتون کابل میگوید که از ارتقای دیپارتمنتشان به سطح لیسانس خوشحال است، چون اکنون این دیپارتمنت در چوکات وزارت تحصیلات عالی مقام پیدا کرده است. خیلی خوشحال هستم که این دیپارتمنت ما از دوره 14 پاس به لیسانس ارتقا کرد و جایگاهی در جامعه از قبل داشتن و حال مطرح‌تر و
در چوکات وزارت تحصیلات عالی مقام پیدا کرد. و این می افزاید که باید ورکشاپ های خارجی برایشان دایر شود و امکانات بورسیه برایشان تهیه شود. مشکلات ما خود در این قسمت زیاد است، چون این دپارتمان نو ایجاد شده. از نگاه تجهیزات، پرزجات، از نگاه از اینکه ما باید ترینینگ‌های بیرونی رفته بتانیم، ورکشاپ‌ها برای ما باید دایر شود. چون مسئولیت دوری است که نو میفهمند که چی یک بخش ایجاد شده. قابل ذکر است که این دپارتمنت تاکنون ماشین های بزرگ مانند ونتیلاتور، ماشین اکسیژن، ماشین ساکشن، سنترفیوز، نیبولایزر، شیکر ماشین و واترباد را دیزاین و ساخته است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.